هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. قصه زن زیناکاره که سیک زیبایی دنیا را در خود داشت. حسن بصری رحمت الله علیه میگوید زنی بدکار بود که سیک زیبایی دنیا را در خود داشت. او با کمتر از 100 دینار خود را در اختیار کسی نمیگذاشت. مردی عابد او را دید، از او خوشش آمد. رفت و کار کرد و 100 دینار جمع کرد. سپس نزد زن آمد و گفت از تو خوشم آمد. رفتم با عرق جبین کار کردم و 100 دینار جمع کردم. زن به مرد عابد گفت به درون درآ. مرد عابد وارد خانه شد. زن تختی از طلا داشت. عابد روی تخت نشست. زن به مرد عابد گفت بیا همخوابگی را آغاز کنیم. مرد میخواست که زنا کند که ناگهان حاضر شدن در برابر خدا را به خاطر آورد. لرزش او را فرا گرفت و به زن گفت بگذار من بروم و 100 دینار مال تو شود. زن گفت تو را چه شده است؟ ادعا کردی که با دیدنم از من خوشت آمد. سپس عرق ریختی و سخت کار کردی تا 100 دینار جمع کنی. حالا آنکه نزدم آمدی چنین میکنی؟ مرد عابد گفت از ترس خدا و ایستادن در برابر خدا چنین شدم. اکنون تو زشترین و نفرت انگیزترین مردم نزد من هستی. زن گفت اگر راست میگویی من فقط تو را به عنوان شوهر میپذیرم. مرد عابد گفت بگذار بروم. زن گفت تا وقتی که با من ازدواج نکنی نمیروی. عابد گفت تا بیرون نروم امکان ندارم. زن گفت باید قول بدهی که اگر نزد تو آمدم با من ازدواج میکنی. مرد عابد گفت شاید. مرد عابد رویش را با لباس پوشانید و به شهر خود رفت. زن زیناکار از این کار خود توبه کرد و از آن شهر رفت تا اینکه به شهر عابد برسد. وقتی که به شهر عابد رسید اسم و سراغش را جویان شد و خانه اش را پیدا کرد. با عابد گفتند که فرشته نزد تو آمده است با فرط زیبایش. وقتی که مرد عابد زن را دید گریه کرد و در روی دستان زن افتاد و از عالم گذشت. انا لله و انا الیه راجعون. زن گفت این از دستم رفت، آیا خویشاوند دارد؟ مردم گفتند برادر فقیر دارد. زن گفت من به خاطر عشق او با برادرش ازدواج میکنم و این کار را هم کرد. یک دم شادی و یک دم غم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.